فرزندان راستین روستا سنگ تمام گذاشتن. مرحبا دست مریضو. آسیست ناقص این برقه سوالات کجاست؟ ما حفظیم آقا بگیم. برو بکن برو اینجاست. خودتون رو معرفی کنید. چی میگه؟ لقب و کنیه شریفتون رو بگویید فرزندان راستین روستا. این چی میگه؟ اسمتون رو بگین. اسمتون. اسم ما؟ بله. سمت فرزندان آقا بچه ده پایین پشت کوه بالا. شما؟ قوچلی. بابام بهشون میگه قوچل. مال همینجا اسم سمت آقا گفت. مرشد حسن پشگردی لشکر شکن. خب فرزندان راستین روستا به شهر پرچاله چوله و قبار آلود و پرگرد خاک و پوست از ترافیک ترکنده تهران خوش آمدین. چی میگه؟ میگه خوش اومده. کی خوش اومده ما؟ شما. بارا کی خوش اومده؟ این قوچلی بنده خدا از روز اول اومد تا حالا ناخوش شده که مثل چیزی که آب اینجا بهش نمیسازه. روزی 4 پرسلو که باید بیشتر نمیتونه بخوره. روز اول 5 تا میخور 6 تا میخور. این مرشد یحسن هم مثل چیزی که هوای اینجا بهش نمیسازه و تنگ نفس میگیره. فوت که تو زرنا میکنه یه صدای دیگه ای در میاد، یه صدای بدی. خب شما که فرزندان راستین روستا هستید و در فضای روح پرور روستا استنشاق میکنید، طاقت شما طاقت تحمل هوای آلوده تهران رو ندارید. بنابراین بر فرد ما شهرنشینان لازم و واضح و مبرهن است که اقدام شایسته شما رو ارج بنهیم و از اینکه اون همه زیبایی و سرسبزی خرمی رو رها کرده اید و برای شهر گرفته و دلمرده ما صفا و شادمانی برمغان آورده اید. سپاس گزارتون باشیم. این مشقش بدخط نوشته. جوری میخونه که ما نمیفهمیم. چی میگه؟ بس همونا رو داره دیگه میگه. همونا؟ میگه خوش اومدیم برای ما شادی آوردین. شادی؟ کی ما؟ ما بیکاریم واسه شما شادی بیاریم. ما اگه شادی داشتیم واسه خودمون نگرش میداشتیم. ما آمدیم اینجا پول جمع بکنیم. یکی این حرف رو نزن روستایی شریف نجیب. این صحبت رو نکن. هرچه نعمت و برکت و پول است در روستاست. پول حلال رو از کشاورزی عزیز میتوان به دست آورده و شما شخص بنده باور نمی کنم که به دنبال خیر و برکت به این شهر بی خیر و برکت که حتی در آن تخم ماکیان و یک دم ناقابل فیل هم پیدا نمی شود به دنبال خیر و برکت آمده باشید. شخص بنده به هیچ وجه من الوجود باور نمی باور نکن به جهنم. اون که راستشو گفتم. تو میخوای باور کن میخوای نکن. توی ده پول کجا بود پدر بیامرز؟ خیر و برکت تو آبادی ما خدا بیامرزتش که. اوسیس کلاس سمد. نه آقا سمد آقا. نه جان این عیدا نمیخوای خونه بیای. نه آقا رو ببین اینجا چرا اومدی؟ نه آقا رضا برو آوردن گفته که سمد یا تو خیابونای تهرانه یا اینکه تو تلویزیون. ما همه جا رو گشتیم پیدا نکردیم پاشیدیم اومدیم اینجا. از محتوای کلام پیداست که شما مادر محترم فرزند راستین روستا هست. ای آقا بچه مزابرا شده. امسال عید به خاطر لیلا پاشیدم اومده شهر. عیدم خونه بر نگشته. شخص بنده در این مورد با شما صحبت هایی دارم خوش دارم. اوسیس پرویز با اینو صحبت کنیم. با ما میگه که آقا میگه شما با ما صحبت کنیم. خب صحبت کنیم دیگه. اصلا بگو بینم بابا تو مگه نمیگی به خاطر لیلا اومدی؟ بعد چرا اینجا میگی به خاطر پول اومدی؟ خب یه چلو کباب کوفتی رو که واسه بخوریم خبر مرگمون. خب پولش از کجا؟ تو چی؟ تو به خاطر چی اومدی؟ منم واسه خاطر همونی که استمد آقا اومده منم به خاطر همون اومدم. به خاطر لیلا. بله. چی؟ تام خفه ببین. حالا تو واسه خاطر یه چیزی به خاطر همون اومدی؟ دلیل مهاجرت اهالی محترم روستا به شهر معلوم شد. که غلط نکنم همشون به خاطر لیلا میان. نه این دروغ میگه. این جرأت داره به خاطر لیلا بیاد. من میزنم تو پوزش که. خب ببینم بابا جان تو که بساط نقل و منقلت اونجا جور بود تو واسه چی اومدی؟
من؟ آره هی آقا که یه دل به من نقل منقل میده. گفتن همه اومدن تو شهر یه پارچه پوت تو بلوت و قرنه میکنن. گفتیم ما بیام پوتی به سرنا بکنیم، شاید شب عیدی سنار سشوی به امید خدا گیرمون بیا. غلط برزت رسونده، همه اهل فوت کردن هستن، اما نه به قرنه یا فلوت، قربونت برم. نه اون سازش یه جور دیگه. برو ویالون یاد بگیر، نمیره. آسیس پخته کردم. خب خانم محترم، ننه آقای محترم که فرمودین در روستای شما همه گونه نعمت و فراوانی موجود است و وفور نعمت. بله آقا، تو آبادی ما همه چی فراوانه، لبنیات، شیر، گوشت، همه چی داریم، همه چی فراوانی تا دلتون بخواد. این آقا چی داره میگه؟ وافور نعمت کی میگه داره؟ ما دروغ میگم، میگه تو آبادی ما همه چی نعمت فراوانی نیست. همه چیزایی که تو داری میگه همه رو میارن شهر که به خود بدبخت ما چیزی نمیرسه. خب به همدلله که پول فراوان هم در دست و بال شما میباشد و کشاورزی این صنعت عزیز هم بسیار پیشرفته است و همچنین صنعت نوین آپارتمان سازی در روستا. نه ببخشید، منظورش هست همون صنعت کشاورزی. بله آقا، تو آبادی ما همه چی پیشرفته است. بله، ما تو آبادی ما دامداری داریم، مرغداری داریم، باغداری، همه چی داریم. اینقدر زیاد داریم که نمیدونیم که چی کارش بکنیم. براو 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 روستای شریف. نه آقا چی داری میگی؟ این چیزایی که تو داری میگی ما چرا نمیبینیم پس؟ ما بابا غوری گرفتیم؟ ندیم، ما خیلی چیزا داریم، همه چیزمونم بجاست و فراوونیه تو آبادی ما. چرا دروغ میگی؟ نه آقا، ما اگه این چیزایی که تو میگی داشتیم هیچ وقت میومدیم تو خیابونات زراعت لوله بکنیم؟ لوله بکاریم؟ ما دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم پاشو بیا بیا بابای این گوچلی باغشو ببین چقدر درخت‌ها شکوفه کردن. همه شکوفه زدن. بابا شکوفه اون درخت‌ها که همیشه خدا خودشون شکوفه میگردن. چه کاری دخلی به کار رعیت داره؟ اون بابای نزولخوار تو مواجب به رعیت میده؟ روزی 12 تومن هم مواجب شد ها؟ ما اینجا لوله میکنیم تو خیابون، روزی 50 تومن بهشون میدن که میدهن دویو. چرا آقا؟ وام میدن، پول میدن ها. ببینم اینا که تو میگی کجا؟ بله وام میدن، وام میدن، پول میدن. خب تو اون پولو گرفتی که به جای زراعت رفتی باش زیارت کرد. خوب کردم، آقا خودش میرسونه. هم واممونو میدیم، هم دوباره زراعت میکنیم. به به آقای خاطبه تو که سوال نکنی کار داره خراب میشه. آقا برقصون رقص بر هر درد بیدرمون دواست. برقص برقصین یالا. چه برقصیم؟ مگر برقص اینجا؟ تو گفتی ما لیلا رو بهشت نشون میدم که ما خرسم واسه تون که برقص آوردیم اینجا. نشون میدم بالا، نشون میدم. شما خود هنرتون رو نشون بدین. راست بگه سمد آقا لیلا جانو بخوام پیدا میشه. تو مگه یادت رفته خارج رفته بودی، گم شده بودی، اون وقت سرکار استوار پلیتیک زد، شعر لیلا جانو خون تو رو پیدا کرد. حالا اگه لیلا جانو بخوانی لیلا پیدا میشه. اگه نشه یخه تو رو میگیرم. نه آقای عزیز، گویا فرزند شما یک لیلایی ترنم می نباید. آره آقا جون، بچه ما فقط تو دنیا شعر لیلا رو بخوان دیگه. نه جان لیلا شعر لیلا رو بخوان. عاشقی زارم بیا، دوست دارم بیا، ما را دیوونه نکن، در به در از خونه نکن. لیلا 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 لیلا. سمد آقا اومده از ده بالا اومده، لوله گاز میکنه حوصله ناز نداره. لیلا 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 لیلا. سه روز رفته ای، 3 روز ها
سارا بیا دوست دارم بیا ما را دیوانه نکن در به در از خونه